همایی که میگن ما افغان نیستیم، خب یا چی میخواین در اصل؟ میگه یا برای من مردگاه خانه رو واس کو که من خواهرم در اونجا روان کنم، میگه یا افغان نیستم. یا میگه برای من مرا اجازه بده که من اختطاف کنم اولاد مردم، یا میگه من افغان نیستم. اینا میگه یا مرا اجازه بده که لندغری بکنم، بوتل شراب بزنم و بالاخره عکس مسعود بند بکنم، برم مردم ازاری بکنم، ترافیک از زیر تایر بسازم، غیر از اون من افغان نیستم. یا میگن برادر مرا بگذارین که زنگ بسته کنم، جامن بسته کنم، رقص بکنم، برازه بچه بازی بکنم، اگر مرا نموندی من افغان نیستم. بگذارین میگم من بیادر کیسه بوری بکنم، موبایل دوزی بکنم، پله دوزی بکنم، غیر از اون من افغان نیستم. او برادر خاک در سرت نباش. دیگه نه مردگاه خانه اجازه است، نه برادر عزیز پودر فروشی اجازه است، نه پله دوزی اجازه است، نه موبایل دوزی اجازه است، نه لندغری اجازه است، نه زنگ و جامن اجازه است، نه برادر عزیز اختطاف کردن اجازه است. اگر افغان هم هستی خیر ببینی، اگر نیستیم خیر ببینی. ولی یاز خدا خواهی نمیده میخوای دیگه. باز تو انسان بیزد مردگاه خانه تو خود طالب بسته کرده، تو برو سکت طالب مخاطب او را قرار بده. لندغر خانه تو خود طالب بسته کرده، دکانای شراب فروشی و مواد مخدر تو خود طالب بسته کرده. من چرا دو میزنی؟ ما چی کردیم؟ اختطاف و چون کم اختطاف کردین شما در اشاره کابل؟ اختطاف چی در جرایم سنگین میگرفت؟ از دفتر مارشال زنگ آمه بچه اما کاره هاش کو. بلی از خدا دیگه اون گپ نمیتونه ما برادر بود، رقمی امکان نداره. یا از دشت نیستم بالا ما را بانن که موترها را رنگارنگ جور کنیم، تفنگچه و برچه و شمشیر بگیریم مثل وحشی ها بدهیم، یا ما افغان نیستیم. خواب ده مسترد که افغان نیستی. به نام افغان برادر عزیز پتلون کماندو میپوشی، جمپر پلنگی میپوشی، دستمال در سر شانت، سیگریتی چرس در دستت، دختر آلمانی را چشمک میزنی، صبح بندی میشی، در رسانه اعلان میشه افغان. تو یک مرداریستی نیستی افغان. هیچ نمیخوایم که تو افغان باشی. افغان که عزت نداشت، افغان که غیرت نداشت، افغان که اخلاق نداشت، افغان که حس وطن دوستی نداشت، افغان که تعهد به وطن نداشت، امی بیادرم باشه او را من هیچ افغان قبول ندارم. باز تو را من چرا وزر کنم که تو افغان باش؟ اگر کدام فایده به مو خاک رسیده خو شاید وزر کنم، اگر کدام کار خیرت رسیده شاید وزر کنم، ولی تو خو هیچ غیر ضرر به من هیچ کار نرسوندی. پس چرا من بخوایم افغان باشی؟ سیاهی لشکر، نانخور اضافی، یک لکی سیاه، یک بدنامگی. نمیخوایم افغان باشی رفیق، نمیخوایم افغان باشین شما. برادر ما مردم افغانستان دیگه شما را قصدن از افغانیت میکشیم. خدا لعنت بکنه بزرگای مرا که برای تو تذکره افغانی داده، برای سگ هویت دادن. لحاظ خدا بریم برادر غیرت داریم، تذکره تاجیکی تاجیکستان رو بگیریم، تذکره ایران شهری رو بگیریم، پاسپورت ما رو بگیریم، سر بیادبی مفت، سر بیزه های ما دیگه خدا چنگم نکنین رفیق. بگذارین که مردم افغانستان با رامی دیگه برادر نفس بکشن. وای